خب امروز اومدیم با یه گزارش دیگه. گابلینا رو میفرسته، زاینتا رو میذاره، مینیونا رو میفرسته، پشت سر اینا آرچر با عجب ضربه اون میزنه، مینیونا رو به فنا داد. والکریا گابلینا میرن پشت سر زاینت، تاق تاق تاق، واف به فنا رفتن. هوگ میره سمت دانگ دانگ دانگ، میزنن اونم به فنای عظما میره. ببینیم چی میشه. یه زاینت ول میده وسط میدون. او اسکلتا رو میذاره روش، پشت سرش پکا، پشت سرش گابلین. میرم به سمت مپ حریف. زاینت میزنه، میترکونه. چه میکنه این بازیکن اهل ایران؟ والالا. ببینیم والکری ول میدیم وسط میدون، پشت سرش اسکلت، گابلین. ما ایرانی هستیم، ما با یه موشک نمیخوابیم. زاینت همینجوری داره پشت رو به تاونهال حرکت میکنه. عجب اتکی، عجب حمله ای، گل. خب وسط این بر آرچر میذاریم دوباره. آرچر ارتش اسکلت رو میفرستیم، میزننش و بازی